دوستان عزیز، ما این زمان در مزار دهه نکنات شهر پنجکین قرار داریم و البته اینجا سه قبر در یک جا هستند. قبرهای همون نفرانی که شما شاید یاد دارید سال 2023 ماه اپریل با خوردن یعنی که بادرنگ زهرآلود که سلطی آماده شده که شاید چند سال یا چند ماه ایستاده است و زهرآلود شده است، یک مادر و دو پسر دوسترویش از عالم گذشتند و اینها همسر و جگربندان یکی از همسنفان ما شوکت اشروف و شاید این کلاهایی که در بالای قبر میبینید برای شما عجیب نماید. این کلاها به آن خاطر اینجا گذاشت که وقتی شیرافغان پسری کلانی شوکت از پدرش خواهش میکند که به من کلاه خرید، یعنی که کپکه خرید، و او دستش نمیرسد که کلاه را برای فرزندش بخرد و همین پس از یک هفته گفته پسر از عالم میگذرند جگربندان او و با همین علم با همین درد این کلاه ها را میآورد به سری قبر فرزندانش میگذارد تا که دردش تسکین یابد و شاید این درد او را سبک نکند. اما ما تمنا میکنیم که غمهای این مرد بسیار هم غم دیده فراموش شود و باز هم زندگی خوشی را برپا کند و تمنا میکنیم که دیگر هیچ فرد دنیا چنین روز را نبیند. خداوند گذشتگان این منزل را مغفرت بکند.